امشب مامانم اینا میان. وسایلی که لازم دارم و پیامک میکنم سر رات بگیر. راستی اگه کارات زیاده اول بیا وسایل منو بده بعد برو دنبال او یه نفس بگیر. چی میگی؟ یه ریزی حرف. من نمیفهمم خانواده تو نوکر گرفتن یا دومات که هر روز اینجان. کجا خانواده من هر روز اینجان؟ از آخرین باری که اونا اومدن 20 روزه که داره میگذره. اصلا 20 روز، اصلا یک ماه، یک سال. حرفم اینه من تو این اوضاعی که دارم پول ندارم بدم یه مش آدم بیان بخورن و برن. خدافظ. الو سلام. سلام، خوبی؟ چطوری؟ داداشم کجاست جواب نمیده؟ همین الان اینجا بود، رفت بیرون. جانم کارش داشتی؟ ما داریم سوار قطار میشیم، قرار بود پول بزنه به کارتمون. مگه بهت نگفته؟ قطار؟ به سلامتی کجا؟ نه داشت برای من و مامان بلیط مشهد گرفت. اگه دیدیش سریع بگو به ما زنگ بزنه. چشم بهش میگم. به سلامتی برید تو برگ. مرسی، خداحافظ. سلام. شال و کلا کردی؟ کجا بی خبر؟ میخوام برم خونه مامانم اینا. استیهادی تا دل من ازت صاف نشه هیچ گره‌ای تو زندگیت باز نمیشه. خیلی سخته که آدم به خاطر یه ذره پول از طرف شوهرش تحقیر شه، ولی همون شوهر برای خواهر و مادر خودش کلی ریخت و پاش کنه. تا زمان اینکه اولویت زندگیت من نباشم این زندگی دیگه زندگی نمیشه. خداحافظ. چه خبر از صدای در نیومدن؟ چه خبر پشت به من گرم تو منو اندازه کافی مرد نبودنم؟